سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو جدید، یه ویدیو کامل از آموزش کنترل پنل. ببینید این قسمت کنترل پنله. admin exit tools، این همه فایل ها و استارت های و داشبورد هایی که کامپیوترتون نشون میده. اوتو پلی مال تنظیمات صدا گذاریتونه. بکاپ اند ریستوری ویندوز 7، این مال ویندوز 7 بکاپتونه که زیاد فعلا فایده نره. این بیت لوکر درایو انکریپشن، این برای رقم قفل گذاری فایلتونه. کالر منیجمنت واسه رنگ و پس زمینه است، مثل این کاری که من الان کردم چه به صورت صورتی شده این قسمت. و یکی دیگه هم این قسمتی که واسه ما محافظت کردن از فایل ها، دیت اند تایم مال تایم. دیفالت پروگرامز زیاد فایده نداره. دیوایس منیجر واسه اطلاعات شخصیتونه، این اطلاعاتی که دارید مثلا هارد، کارت گرافیک، تعداد رم. و ایز اند اکسس سنتر، اینا برای افراد نابینا و کم افرادی که کرولال هستن، ناشنوان. فایل اکسپلور آپشن واسه فایلاتونه. فایل هیستوری، اینم تایم مثلا چه فایل رو پاک کردین نکردین. فونت دستگاهتون. این اکسپنسیز آپشن، پیدا کردن درایوی که توی کامپیوترتونه. اینترنت آپشن که مال اینترنت. جاوا مال بازی ماینکرافته که حالا اونو بعدا توضیح میدم. کیبورد، تنظیمات کیبورد. موس، تنظیمات موسه که تنظیمات به خصوص داره، بهتون توضیحشو میدم. و نتورک اند شیرینگ سنتر واسه شیر کردن اینترنت. این نتورک میشه. خب فون اند مودم واسه اینترنت مودم میتونه. این زیاد فایده نداره، حالا بعدا بهتون توضیح میدم. سکیوریتی اند منتیننس، مینتینکس، این واسه تنظیمات خود داخلی کامپیوترتونه. ساوند، میکروفون، اسپیکر، استوریج اسپیس واسه تعدادای واسه تنظیم، اینم تنظیمات درایو. ساینک سنتر ریکاوری سیستم مال خود دیسپیسیتونه. دست، این واسه دیسک کیستونه، کیس کامپیوتر. توربو، این واسه تنظیمات صفحه نمایش کامپیوتر. یوزر اکانت. ویندوز دیفندر فایروال، این واسه یک دیفندر و سپر دفاعی کامپیوترتونه. ورک فولدر واسه پوشه های کاریتونه. عاشقتونم این یا آموزش بدش درباره کنترل پنل. آموزش هر یکی اینا رو واسه تون میذارم. عاشقتونم، لایک و فراموش نشه.